بزرگان من، انشاءالله که امروز صحبتی که خدمت شما میخواهم داشته باشم کمی درباره قربانی هست، چون که ما و شما از پیش روزی یعنی 20 روز عید قربان داریم، عیدالاضحی میگویند. یعنی این روزی هست که اکثر مردم ما را یعنی بسیار پری شخصیت ها را در گردنشان قربانی کردن واجب است. متاسفانه بعضی از مردم ما یا از روی سستی باشه یا تنبلی و ممسکی باشه، اکثر اونها قربانی در گردنشان واجب است قربانی نمیکنن، بلکه گوشت میخرن. بدانم یکی که هر انسانی که در گردنش قربانی واجب باشد قربانی نکنه گناهکار میشه. البته حکم قربانی در مذهب ما یعنی این واجب است، حتمی است برای انسان‌هایی که شرایط دارند و دارنده هستند. اکنون برادران بزرگوار من، عید قربان یا عید قربانی وقتی ما و شما میگوییم از چی گرفته شده است؟ البته اکثر مردم ما میدانند که عید قربان یک خاطرات و یادداشت از تاریخ حیات حضرت ابراهیم علیه السلام است. چون جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم را میپرسند که ما هی الاضاحی، یا رسول الله این قربانی کردن ما چی معنا دارد و چی خاطر ما قربانی میکنیم؟ حضرت گفتند هی سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام. این یک یادداشت، یک خاطرات از تاریخ حیات پدر بزرگوارتون ابراهیم علیه السلام است. یعنی که برادران بزرگوار من، شخصیت های دارنده ابراهیم الله از فرزندش امتحان گرفت، شما را از ما تو امتحان میگیرید. انسان هایی که دارنده هست، خداوند شما را سنجش میکنه که تو در دین شما یک گوسفند عزیز است یا اینکه الله رب العالمین. در دین شما قربانی کردن عزیز است، مال عزیز است، دوست داشتن است، یا اینکه یعنی الله رب العالمین. البته وقتی انسان که الله را دوست داشت، یعنی که در راه خدا اون مالی که دادش از یک حصه‌اش یک گوسفند گرفته در راه خدا قربانی. البته برای اکثر مردم ما، بس برای بسیاری مردم ما قربانی کردن این واجب است. برادران بزرگوار، بعد از اون از جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدند، گفتند اکنون این یعنی عید قربان یادداشت از ابراهیم علیه السلام، آیا از این برای ما چی میرسد؟ حضرت گفتند هر مویی که در بدن اون قربانی هست، یعنی وقتی ما شما البته گوسفند وقتی قربانی کردید در بدن این چقدر موهای زیاد است. جناب پیامبر صلی الله علیه و هر مویی که در بدن اون قربانی هست به عدد اونها خداوند در نامه اعمال شما ثواب می‌نویسد. به عدد هر موی بدن قربانی، به عدد هر مویی که یعنی اون قربانی در گوسفند شما یا اینکه گاو باشد. البته روز جمعه گذشته گفتیم قربانی از 4 نوع حیوان است، از اشتر است، از گاو است، از گوسفند و بز است. البته اشتر که در جاهای ما نیست، اما از گاو از گوسفند بالا باشد تا 7 نفر میتوانند شریک شوند قربانی کنند، به شرطی که خاص یک همشون قربانی باشد. در گوسفند و بز البته از 1 ساله بالا باشد 1 نفر میتوانند. گوسفند و بز 1 نفر قربانی کرده میتوانند، 2-3 نفر شریک شده و قربانی کرده نمیتوانند. بعضی انسان ها یک عادت جاگیرانه دارند که در روز عید مرغ میکشند و یا خون کنید. البته این گناه است، این یعنی یک مسخره در دین است. این کار برادر از بهتر گوشت کنند، یعنی کمی گوشت گیره اگر شرایط نداشته باشید در گردن شما قربانی کردن واجب نیست. جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم هر مویی که در بدن اون قربانی هست خداوند به عدد اون موهای بدن قربانی شما در نامه اعمال شما ثواب نوشته می‌گرداند. و حضرت گفتند که از همه عمل دوست داشته تری که در روز عید قربان در نزد خدا محبوب تر و دوست داشته تر است، این ریزاندن خون قربانی است. البته وقتی انسان قربانی میکنه خون اون حیوان در زمین میریزانه، جناب پیامبر گفتند از همه عملی که خداوند زیادتر از بنده ها دوست می‌دارد در این روز، این چی هست؟ ریزاندن خون قربانی هست. و حضرت گفتند که پیش از این که خون قربانی شما در زمین رسه، در زمین چکه، اون قطره خون قربانی شما در نزد الله رب العالمین است. یعنی میشه، یعنی
الله رب العالمین این بخشش این قربانی را از شما قبول میکنه. حضرت و سبب قربانی کردن حضرت گفتن که شما خود را پاکیزه کنید، یعنی شما خودتان و سبب قربانی کردن. البته قربانی سبب کفارت گناه‌های انسان میشه. حضرت ما را نصیحت کردن که و سبب قربانی کردن شما نفسها و جسم و بدن خود را یعنی پاکیزه کردن. و انسان‌هایی که قربانی نمیکنن حضرت گفتن که من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. ببینید اینجا چقدر سرزنشی سخت آمده است برای انسان‌های ممسک و بخیل، برای انسان‌هایی که یعنی دارندگی دارند در گردنشون قربانی واجب است، قربانی نمیکنند. حضرت گفتن که هر انسانی که توانایی دارد یعنی در گردنش قربانی واجب است و قربانی نمیکنند، حضرت گفتن اون شخصیت به سوی قربانگاه ما یعنی به سوی نماز عید ما نآید، یعنی همراه ما خرسندی نکنند، در عید ما در خرسندی و شادی ما شریک نباشد. ببینید این خودش یک وعیدی هست، یک سرزنشی هست. هر انسانی که یعنی شرایط دارد، توانایی دارد، در گردنش قربانی واجب است، او شخصیت اگر قربانی نکرد حضرت گفتن که او انسان به سوی یعنی نمازگاه ما، به سوی نماز ما نباید. اکنون یکمین کاری که در روز عید قربان باید انجام داده شود این خواندن نماز است. البته برای ما شما مستحب است، بهتر این است که وقتی سحر از خواب خیزید بهترین لباس‌ها سر بدن اقتدار حاصل میکنه، خوشبویی میکنه، بهترین لباس‌ها را میپوشیم و تا خواندن نماز عید یگان چیزی نمیخوریم. ایستادن، ناخوردن یعنی انصاف میگویم، یعنی ناخوردن تا نماز خواندن ایستادن این خودش سنت جناب پیغمبر است. مستحب است برای هر انسان ابتدا وقتی که از خواب خیز غسل کنند، بهترین لباس‌ها را پوشند، خوشبویی کنند و تکبیر تشریف از روز دوشنبه که روز عرفات است یعنی یک روز پیش از عید از نماز بامداد سر بشوید، یعنی جمعیت بعد از نمازهای فرض تکبیر تشریف گویند الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. این تکبیر گویان آهسته و پست از خانه‌ها برآمده با سوی نماز عید آمدن. البته این برای واجب است تکبیر از ابتدای روز از نماز بامداد روز عرفات سر بشود تا 3 روز بعد از بعد از عید، تا 3 روز بعد از عید این تکبیر بعد نمازهای فرض گفتم برای ما ضرور لازم است. اکنون وقتی که ما آمدیم سوی نماز عید نماز میخوانیم، البته بعد از نماز بعد از اون وقتی قربانی کردن است. هر انسانی که اگر پیش از نماز قربانی کنه جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که او شخصیت از قربانی کردنش یکان ثوابی نگیرد، فقط برای اهلش برای خانواده‌اش یک لحظه یک گوشت آماده کرده است. تمام. هر انسان حتی در روایت گفته که هر انسانی که اگر پیش از نماز عید قربانی کرد او گشته رفته قربانیش از سر کند، یعنی یک گوسفند دیگر در جای او قربانی کند. البته در مذهب ما، در مذهب حضرت امام اعظم رحمة الله علیه، انسان‌هایی که یعنی در اشلاق‌ها هستند، در دیه‌ها هستند، از شهر بیرون هستند، اونها میتوانند که بعد از نماز بامداد قربانی کنند. اما شخصیت‌هایی که در شهر هستند، در نزدیکی‌های شهر هستند، در جاهایی که نماز عید خوانده می‌شود اونجاها هستند، البته اونها باید ابتدا نماز عید را بخوانند، بعد از نماز عید بعد از آن یعنی که قربانی هاشون کنند. حضرت گفتن هر انسانی که یعنی پیش از نماز عید قربانی کرد، قربانی رای درست نشده است، رفته در جای قربانی اثر قربانی کنند. حضرت خودشون جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم هر سال 2 گوسفند قربانی میکردند. هر سال به دست مبارک خودشون، این حدیث متفق علیه است، میگه حضرت هر سال یعنی به دستهای خودشون 2 گوسفند قربانی میکردند. یکی اون گوسفند از یعنی حساب خودشون از تن خودشون و یکی از اینا از حسابی یعنی اون امت‌هایی که قربانی کردن نمیتوانند، یعنی از جانب انسان‌های نادار و کمبخت حضرت دعا میکردند. از میگفتن بسم الله و الله اکبر اللهم هذا عنی و عمن لم یزکی من امتی. از میگفتن پروردگارا یکی از این قربانی‌ها از جانب خودم و قربانی دیگر از جانب اون امت‌هایی که
یعنی قربانی کردن نمیتوانند از دنیا میروند. ببین حضرت چقدر مهربانی میکنه. روایت میکنه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از اینکه جناب پیغمبر وفات کردن هر سال میداد 2 گوسفند قربانی میکرد. یک از یعنی تنی خودشون یک پیری از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ببینید حضرت علی این سنتی که جناب پیغمبر میکردن زیده کردن. البته برای دارنده های ما چی خوبه میشود که کمتر همت و غیرت بلندتر کنن و هم از طریق خود هم در حق جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوسفند قربانی کنن. چون که حضرت یعنی در این شخصیت ها هم قربانی میکردن. اکنون گفتیم که برای قربانی کردن اون حیوان هایی که ما قربانی میکنیم باید یک کسری نداشته باشن، گوشت های اون رو کلته کرده نباشن، البته از بین چاپ کرده باشه ضرر ندارن، خراب و ناکر نباشن، کور نباشن، کسلی نباشن. کسلی که بعضی گوسفندهای که یعنی حیوانهای کسلشان از خوردن میمانن، چنین کسلی هم نباشن، خرابی لاغر پوست بالای استخوان این چنین هم نباشن. البته انسانیت باید بهترین از همه یعنی کلانترین همون حیوان و کالا را جدا کردن در راه خدا قربان کنند. چون این قربانی ما امتحان و سنجش الله رب العالمین برای ما است. این قربانی برای یعنی با شما چه هست؟ این امتحان و سنجش خدا است. حرکت داشته باشیم که از امتحان و سنجش پروردگار روسفید سربلند داریم. متاسفانه اکثر مردم ما راه بخیلی را اختیار کردن، انتخاب کردن. نمیدونم چی فایده دیده باشد. از روزی که مردم بخیلی و ممسکی و دلتنگی را اختیار کردن، رفتن در جامعه ما برکت مانده است. نه دیگر مردم به کسب کارش و رواج رونق ببینند، فقط شکایت است. سببش چیست؟ سببش ممسکی. البته بخیلی و ممسکی در بالای انسان ناداری و بخیلی میاد. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم با روایت دارند که حضرت می‌فرمایند هر ابتدای سحر خداوند 2 ملائکه را میفرستاده است در روی عالم اونها دعا میکردن، ندا میکردن. یکی از اونها میگه اللهم اعطی ممسکا خلفا، دیگرش میگه اللهم اعطی ممسکا خلفا. یکی از اونها میگه پروردگار انسان سخی جوانمرد با غیرت بخشنده برای اون مالش زیاد بگردان، در مالش برکت نازل بفرما، حسابش دیگر یعنی زیاد کن. انسان در حقش دعا میکنه پروردگار انسانی سخاوتمند جوانمرد با غیرت مالش زیاد بگردان. اما انسانی بخیل و ممسک میگه پروردگار انسانی یعنی بخیل و ممسک مالش طلب ده، مالش از اون گیر. مولانا هم یک جمله‌های زیبا داره میگه او پیغمبر با این بحر پند 2 ملائکه خوش منادی میکنن. جناب پیغمبر 2 ملائکه همیشه دعا میکنن الله پروردگار ای خدایا منتخان را ده خلق، ای خدایا منتخان را ده خلق و ای خدایا ممسکان را ده خلق. یکی از اونها که پروردگار سخاوتمندا را قربانی کننده ها را مالهاشون رو به حساب براشون زیاد کن، زیادتر ده. دیگر که پروردگار ممسکان را مالهاشون رو تنف ده. ای خدایا منفقان را سیر دار، هر دیرمشان را عوض ده 100,000. بسیار پروردگار در هر یک دیرمش انسان سخی را 100,000 بده، زیاد کمان شد. دیگر میگه ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده الا زیان هم در زیان. انسانی بخیل خیلی زیان دیگر چی در دنیا براش ندید دعا میکنه. در از آخر میگن نان دیگی در راه حق، نان دیدن جان دیگی در راه حق، جان دیدن در راه خدا هر چیزی را بخشیدی اما پروردگار برای تو قربان کنید. میخواهیم ما و شما برادران عزیز بزرگوار من حرکت کننده باشیم که یعنی انسان‌هایی که دارنده هستند، انسان‌های قرضیدار هستند. البته انسان‌های قرضیدار هستند یعنی انسان‌هایی که تماماً دارندگی ندارند، در گردن اینها لازم نیست، واجب نیست. در گردن انسان‌های دارنده لازم و واجب است و براشون مستحب است، براشون بهتر است که وقتی قربانی کردن مثلا گوسفند کشتن یا یک گاو و شریکی کشتن، اون لحم اون گوشتی که از اون حیوان پیدا میشه تقسیم کنن. البته عزیزای خدا 3 تقسیم میکنن. یک تقسیم رو در روز عید تمام میپزن برای انسان‌هایی که یعنی دعا نمی‌آیند، یک تقسیم دیگه شو برای عقل بیت در خانه‌ش باقی میگذارن و یک حصه دیگه شو برای انسان‌های کمبخل و نادار صدقه میکنن.
inshaalloh برای ثوابی بزرگی میشه.